سلام علیکم. امروز درس را که ما میخوانیم موضوع CSF هست یا سربرو سپاینال فلوید یا مایع خاشاکی. البته یک توپیک بسیار مغلق که در جامعه ما شما اشخاص میبینه برش و این امروز ما بسیار خلاص میسازم که CSF چی است خودش، از کجا تولید میشه، کجا جذب میشه، روزانه ما چقدر CSF مغز ما تولید میکنن و کجا پس جذب میشه و وظیفه از چی هستن. این کلش ما امروز ما میخوانیم. اول ما میگم که CSF خودش چی معنا میده. CSF به معنای سربرو سپاینال فلوید، C به معنای سربرو، S به معنای سپاینال و F به معنای فلوید. یعنی مایع نخاعی شوکی. این مایع نخاعی شوکی اصلا این در مغز و نخاع شوکی قرار داره. وظایف خیلی مختلف داره. وقتی که در مغز تولید میشه، روزانه چقدر تولید میشه رو باید میخوانیم و چقدر پس جذب میشه. کاری از کلش در مغز و نخاع شوکی، یعنی اگه خلاص ما بگوییم کاری از این مکمل در CNS است. شما میفهمید که CNS دو بخش داره، یعنی دو پارت داره. CNS یه Central Nervous System، Central Nervous System یا سیستم عصبی مرکزی که میگه برش. این دو بخش داره. پارت اولش به نام برین میگه یا مغز و پارت دومش به نام اسپاینال کورد میگه یا مایع یا نخاع شوکی که میگه برش. این دو دانه بخش مورد CNS داره. اول میگم که این در کجا تولید میشه. ما به نام بروتئینات یک ساختمان داریم در مغز ما که این مایع به نام CSF تولید میکنه. البته بروتئینات قلب ما داریم که این بروتئینات مغز هستند. 4 بروتئینات داریم ما که 2 دانه وحشی، یکی سوم و یکی چهارم هستند. شروع میشه از اون CSF سرکولیشن از شروع میشه. این بروتئینات یک ناحیه مغز هست که شما مغز فکر کنید. این ناحیه به نام ناحیه ventricle cell میکنه، ventricular system میگه برش. این بروتئیناتی به نام بروتئینات lateral ventricles گفته میشه. به نام چی؟ به نام lateral ventricles گفته میشه. اول میگم که این lateral ventricles چی کار میکنه. این مهم است. lateral ventricles یا بروتئینات وحشی برش میگه. بروتئینات وحشی اصلا از کجا تولید میشه؟ در چیزی است در بروتئینات وحشی یک ناحیه است به نام کوروید پلکسس. کوروید پلکسس. این ناحیه در این ناحیه یک حجرات است به نام اپندایمال سل. به نام چی؟ به نام اپندایمال سل. اپندایمال سل. حجرات اپندایمال. این حجرات چی کار میکنه؟ تولید CSF به عهده دارد. تولید CSF به عهده دارد. یعنی چی معنی؟ وقتی که این در بروتئینات وحشی تولید میشه، این بروتئینات وحشی است. بروتئینات وحشی مغز یک طرف از دو عدد است. یک طرف دیگه طرف است. دو عدد است. وقتی که تولید میشه در همین ناحیه یک ساختمانی است به نام کوروید پلکسس. داخل اون ساختمان حجرات است به نام اپندایمال سل. این اپندایمال سل باعث میشه که در کوروید پلکسس مایع CSF را تولید کنه. حالا ما میگم که تولید از چی رقم است. این بسیار سخت ساختمان، بسیار آسان میسازم. از دو بروتئینات وحشی که هست، یک طرف است دیگه طرف است، دیگه طرف است. این بروتئینات وحشی توسط یک فورامین ما مستقادی بگیم یک سوراخ‌های کوچک هستن. از بیرون اسکال بیرون هم شدن و داخل خود هم اسکال هستن. خود
یک فرامین از نام فرامین اف مونرو، فرامین اف مونرو میشه یا اینترورتبل فرامین باشه گفته میشه. اینی توسط همین فرامین ها یا فرامین اف مونرو میاد به بوتین سوم بعد از بوتین سوم که میاد توسط فرامین اف مونرو بعد از یک دکتی هست منوی aqueduct of the cerebellum یاد میشه. این دکت یا سریبرال اکودکت هم میگه برش. با بوتین چهارم میگه. این بوتین چهارم هستن. یعنی بوتین چهارم. با کجا میگه؟ با بوتین چهارم میگه. بعد از بوتین چهارم این دو راه داره. یکی را مستقیم به طرف میدل یا خط مستقیم که است ایتو میره و دو را به طرف وحشی میره. یکی طرف راست است یکی طرف چپ است. طرف چپ که باز میره راست و چپ که میره یک فرامین است به نام فرامین اف لوشکا. معنی فرامین اف لوشکا میشه یا لترال اپرچر هم میگه برش. یک طرف راست فرامین اف لوشکا، طرف چپ فرامین اف لوشکا یا لترال اپرچر است. بعد از اون باز میه با تاریخ آمد بعد از توسط امی و طرف مابین که میه یا میدل توسط فرامین مگندی میه و سب اراکونوید سپیس میه. صحیح؟ ما شما میفهمیم که مغز ما را یک پرده پوشانیده به نام منند شاهسوایه. او از 3 لایه ساخته شده. پور ما دب میکنیم. دب یعنی دورامتر، اراکونوید میتر و برام پیر میتر یاد میشه. 3 لایه است. این بازیش رو باز میکنیم. دبا این 2 لایه یعنی ده با نام سب اراکونوید سپیس میگه. سب اراکونوید سپیس گفته میشه. خب از باز مغز ما 3 یک چیز داره، یک پرده. این پرده را به نام منند سیاه‌سوایه میگن. منند سیاه‌سوایه میگن. این 3 بخش داره. از طرف بیرون اگر ما بریم این ما با دب یاد میگیریم. دب دی اگر محقق شما زودتر یاد میگیریم با دب یاد میگیریم. یعنی از خارج به داخل. از خارج به داخل است. دورانیدن است. پرده اول است باز پرده دوم اراکونومتر است باز دوم پیومتر است. بین فاصله اراکونومتر و پیومتر یک فاصله است به نام سب اراکونوید سپیس. مای CSF در اون کسب میشه. در اینجا یک ساختمان دیگه است به نام اراکونوید ویله. بعد از او سب اراکونوید ویله مستقیما یک ناحیه دیگه است که ما برش ساینس میگیم. همین ساینس هاست که پس میره جذب میکنه. او را به نام superior sagittal sinus یاد میکنه. superior sagittal sinus آخرین جایی است که اینجا باز جذب میشه. آخرین جایی میشه. یعنی چیز اینجا باز ما اینجا جذب میشه. و اگه شما ایت یاد میگیرید خلاص میشه. lateral ventricles lateral دو طرف وحشی است. اول در یک فرامین یاد میگیره با فرامین مونرو ام یاد گرفتیم. صحیح. باز میاد third ventricle یعنی ام 3 ventricle. صحیح. بعد از اون باز می شما چی یاد میگیریم در توسط aqueduct of Celes. شما ای بگیرید درش aqueduct of Celes. صحیح. بعد از باز fourth ventricle میاد 4 است. اینجا باز دو چیز دیگه بگیریم. اول لترال وحشی این لترال فرامین اف لوشکا. این فرامین اف لوشکا میگه. لترال با معنی فرامین اف لوشکا است. دو طرف است. این دو دانه است. یکی طرف راست یکی طرف چپ است.
و طرف میدل فراوی مگندی، یعنی ال ام به معنی مگندی است و آخرش باز اس است که سب اسپیس است. اگر شما شروع بکنید دو ال یعنی دو لترال ورتیکال ها، یک میدل یعنی یک دومش امش به معنی مونرو، ام به معنی مونرو است و سه ترد ورتیکال است و ای چیز ای به معنی اکوادکت اف سیلیس است که سر اکوادکت هم میگه برش و چهارم ورتیکال که باز میره در چهارم بعد از باز در فرامین لاشکا هستن، یعنی دو دانه فرامین لاشکا، یک دانه فرامین مگندی و باز سب آراگنوید اسپیس است. بس اینی تو یک چیز ما شما توصیف میتونید یاد بگیرید. سوال اینجا است که سوالات زیاد میشه، مثلا این سوالات که آخر ما میکنم این سوالات سوالات تخصص و سوالات اگزم سوالات خارجی دیگر میاد. قبل از یک موضوع دیگر تشریح میکنم بعد از ما سوالات تمام سوالات ما تفصیل میکنم. مهمی است که یعنی خود سیاست ماهی روزانه یعنی در روزانه چقدر تولید میشه، ماهی سیاست روزانه چقدر تولید میشه. ماهی سیاست روزانه با تعداد اصلا 3 سیکل داره. چند سیکل داره؟ 3 سیکل داره. هر سیکلش یعنی هر سیکلش 150 میلی لیتر ماهی سیاست تولید میکنه. کجا؟ کورپلکسس اپندیکوس بوتایان. از در 3 سیکل که انجام شد تقریبا 500 میلی لیتر ماهی روزانه دیر نشته میکنم پر دی 24 ساعت این میاد. پس روزانه 500 میلی لیتر چی تولید میشه؟ سوال چیه؟ کجا سوالات که ما از ما میشه مثلا سوال تخصص و ایزیت و چند جای دیگه که در امتحانات دولتی و چیزا میشه کدام است؟ مثلا سوال اول روزانه چند سیکل چیز تولید میشه؟ ماهی سیاست. روزانه چقدر به اندازه میلیتر تولید میشه؟ خودی جذبی ماهی سیاست در کجاست؟ سبرن اسپیس. این سوال میشه. حجراتی که چیز در کورپلکسس سیاست تولید میکنن برای چی یاد میشه؟ دیپندنت سالز. چند دانه بوتانات ما داریم؟ 4 دانه، 2 دانه لرتال است و یک دانه تر و یک دانه چهارم است. 3 چهارم است. فرامین مثلا سوالتون میاد که بعد از فرامین مونرو و بوتان سوم توسط بوتان سوم و بوتان چهارم توسط کدام قنات میرود؟ اکوادکت اف سیلیس. طرف وحشی از بوتان چهارم و سب آراگنوید اسپیس با توسط کدام ساختمان میرود؟ توسط فرامین لاشکاست. طرف میدل و فرامین مگندی است. این خودش دیگه چیز خاصی این مهم بود. و اصل وظایف چی است؟ وظایف خیلی مهم داره. اگر من اینجا وظایفش چیز کنم که وظایفش چی است؟ وظایف ماهی یا خود نوشته کنم که CSF چی است؟ این موضوع خیلی است. اول موضوع پروتکشن است. پروتکشن محافظت است. این نمیمونه که وقتی که از طرف بیرون یا به ضربه سر و یا به لیخای شوکی ضربه وارد شود و مغز ساختمان مغز به هم بچسبه. این نگاهش میکنه. دوم وظیفه دوم نیوتریشن است. یعنی تغذیه میکنه. تغذیه چی میکنه؟ تغذیه اینجا گلوکوز بچه میکنه. زیادترش آب میتونه. صحیح؟ سوم پروتین است. و دیگه چیزا. و دیگه چیز و دیگر این ماهی CSF وزن مغز بیشتر چیز کنه گرم میکنه. این سبک نگاه میکنه. مغز میخواد سبک نگاه میکنه.
هم مایعات خارج وجود داره هم داخل وجود داره. یکی از بخاطر معاینات که ما میکنیم این وظایفی که من گفتم است. معایناتی که ما میکنیم کدام معاینات ما میتونیم ضرر داشته باشیم. معاینه که خیلی ضرور است منم لمبر در ضرر داشته لمبر همین شد این در ناحیه L4 و L5 این بخاطر اون میتونیم وقتی که اون پرده که من گفتم برای سعایه منیکس این سعایه ها پیدا کنه و ما میخواهیم که تشخیص بکنیم کدام میکروب است باز از زن میگیریم در داخل L4 و L4 است خراب معاینه میکشیم و اون معاینه با مختار میبریم و از تشخیص لابراتوار ما تشخیص میکنیم کدام میکروب است این بود لکچر امروز پای سیصف نمیشه گفتیم اگر شما سوال دارید میتونید کامنت بندازید اگر مشکل دارید میتونید پیام بگذارید تشکر از توجه شما خواهی فعال کردن و سابسکرایب کردن چنل یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک هستیم هر سوالی هر مشکلی بود میتونید در بخش طبوبات بپرسید خداحافظ